سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزای دلم. سلام در خدمت شما هستیم با یک کلیپ دیگه و یک مسابقات دیگه. و در این کلیپ قراره بریم یه اکانت فول برزیل بسازیم، بریم ببینیم چی میخوان از ما. خب اسم برزیل رو میخوایم دیگه، میخوایم همه بازیکنامون برزیلی باشن. فقط من نمیدونم، بلد نیستم اسم دقیق برزیل رو دیگه. یه چیزی مینویسم، این که همون شد. از ببینم مینویسم حالا دیگه. مهم اینه که شکل و شمایل برزیل رو داشته باشه. مربی خودمونم فرق نمیکنه، حالا اینو انتخاب میکنم و اسمش هم میذارم موها. بریم برای انتخاب کردن بازیکنمون و قطعا برزیلی و قطعا هم گابریل رو انتخاب میکنم چون دفاع خیلی مهمتره. قطعا هم گابریل رو انتخاب کردم، اولین برزیلی خودش اومد برامون و خب اکانت ساخته شد و قراره که با شما عزیزای دل بتر کنیم. نه نمیخوام. آره دیگه میخوام الان بازی کنم. بزن بریم. آقا نگو این میخواد راهنمای بازی رو به من نشون بده که حوصلمون سر. آخ بله متاسفانه. خب پلیو بزن بریم. متاسفانه بله یه راهنمایی هم داره. آقا میدونم، به قرآن میدونم. اوکی بازی رو شروع کنیم. اولین بازی با این اکانتمون. انشالله بازی بعدی قراره بتره کنیم، اما ببینیم این موقعیت رو پاس بده. یه شوت نر و توی دروازه اولین گل با این اکانتمون. بابا گرافیکی شد گلمون. گلای خوشگل گرافیکی میشه. به خوب زد، واقعا خوب زد از فاصله 18 یاردی و با سرعت 63. خوب بود، خوب شوتی زد. بریم ادامه بازی. آقا میدونم خسته شد بعویز میکنم. آقا میدونم دوستان حمایت نمیکنید. حمایت کنید قول میدم یه اکانتا و بازی خیلی خفنی رو بزنم. بابا زیرتاق باشه. چه زیرتاقی، گرافیکی نشد. حیف واقعا گل اینجا خودم میارم براتون از نزدیک ببینید. واقعا گل قشنگی شد، واقعا خوشگل. خب من که راضی بودم. دوستان حمایت کنین، لایک، کامنت، سابسکرایب به دوستانتون معرفی کنید چون قراره یه اکانت هدیه داشته باشیم به شما عزیزا. همین برزیلو چه گلی شد واقعا. همین برزیلو بازیکن‌ها رو بیاریم مکسشون کنیم. به محض اینکه همه بازیکن‌های برزیلی مکس شدن تو این اکانت تقدیم شما عزیزای دل میشه. خب دیگه بسه بریم. هایلایتش هم بکنم بزنم بریم. خب بازی اولو که 6-0 زدم. اولین 6 تایی‌ها 10 شد، نمره 10 بهترین شد. 3 تا بازی امروز میکنم. مرسی. 3 تا بازی امروز میکنم که یکم از حالت اولیه یه اکانت در بیاد و حالا تو قسمت‌های بعدی سعی به خرید بازیکنی بیشتر داریم. ایول خودشم چند تا کوچه رایگان همین اول داده که حتی همش هم نقره زیاد تأثیری نداره روی بازیکن‌ها. اینم بده. دوستان داشتم میگفتم حمایت کنین، پشیمون نمیشین و قول میدم یه اکانت خفن برزیلی نداره. قول میدم یه اکانت خفن داشته باشم برای شما عزیزای دل و بهتری کنیم با نداره. اینم رایگان زیاد داره و رایگانی به در نخور داده. کلمبیا برزیل بدم اینو دیگه. نظرت میخوام اسکانش کنم بره. خب یه دونه برزیل فعلا ندارم و در مورد پارت اول و قسمت اولی که اکانت ساخته شد واقعا یه دونه جای تحسین و شکر داره و خیلی میتونه خوب باشه. به غیر از این قسمت 11 قسمت دیگه ما داریم که توی هر 11 قسمت دیگه ما یه دونه برزیلی دیگه اضافه میکنیم به تیم و حالا بازی دوم پلی کردم داشتم توضیح میدادم. بازیکن طلایی دیگه سعی به طلاییه ولی آبی هم بود اضافه میکنیم. برزیلی اضافه میکنیم. بزن گل اول همین ابتدا.
چه من امروز گل زیرتاق میزنم با این اکانت، چه گلا میشه. فقط داشتم میگفتم 11 تا دیگه بخش داریم بدون به غیر از این که اونا خب برای گرفتن بازیکناست و بعد اون چند تا آیتم و پارت داریم برای و بله بازی دومم بردم، چون من اینو قبلا ضبط کردم چون یکم صدام سرماخورده بودم، تو ویدیو قبلی هم گفتم، چون اونو ضبط کردم و الان دارم صدا گذاری میکنم جای شدید کردم که زیاد طولانی نشه ویدیو تا شما از دل خسته نشیم و بیشتر به چیزای مهم بپردازم. خب برام یه ارتقام بزنم از اول بزنیم، چون حداقل 2 ستاره یا 3 ستاره برای این بخش ورزشگاهمون مهم و حیاتیه و باید باشه. حالا با 75 که اولش داد زدیم، بازی آخرم بکنم. تو قسمت‌های بعدی من با همین اکانتم که هنوز همه برنزی هن و آنچنان قدرتی نداره قراره برم لایوم بازی کنم که ببینم تو لایو که حالا به تیمای سرسختری میخوریم، ببینیم که اونجا چند مرد علاجیم، چون واقعا خودتونم میدونید دیگه یه شوت ازم همینجا بابا واقعا بابا، چون خودتونم میدونید دیگه این حالت عادی بازی یا حالت بیس و یه همکاری سر یا حالت بیس و ساده است که خب همه خیلی راحت میتونن با تعداد بالا ببرن و مهم چه اشتباهی داشت میزد، داشت گل به خودی میزد گابریل برزیلی خودم، چه پاس، یه گل بابا. نگاه گرافیکی نشه همین الان فیلمو قطع میکنم، واقعا گل شیکی بود و بله گرافیکی هم میشه، چون گلای دیگه ببینید چی بشه گلای شیکو گرافیکی نکنه. فاصله 21 یارد 22 دیگه میگیری 27 بود و با صورت عالی بابا واقعا کیف کردم. اما اینجور گلا تو لایو حال میده. بریم پارت بعدی رو که با هم ضبط کنیم بابا میبینید خیلی راحت گل میخوره این بخشای ساده و بیس بازی و لایو. اینم گرافیکی شد و لایوا خیلی سخت‌تره و بیشتر خودتون میتونی بسنجی با لایوا و آنلاینه که بازی کنی با افراد دیگه، قطعا سطحشون از این بالاتر هست. بریم بپردازیم به ادامه بازی. آره دیگه، مرسی دوستان. داشتم میگفتم حتما حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، معرفی به دوستانتون. چه تک به تکی نگاه دیگه، واقعا با خیلی آدم چیزی باشی نزنی. اوف داشت فوشه به خودم میخورد واقعا. اگه گل نمیشد فشاری میشدم تک به تک. چه موقعیتی بود، 9 تا با این تیمم 9 تا زدم. واقعا خسته شدی آقای داور، خسته نباش. سوتو میزنه بعد کار میکنه، خیلی منطقی ها، خیلی. با استمام تموم شد ای جان. 75% سریع میتونیم درو کنیم تا وقتی که این هست. بده اینا رو بده فعلا. اون گرمی زیاد چیزی میدی دوستان. این اکانت مال شماست، اینو من برزیلیش کنم، فول برزیلیش کنم، مکسش کنم، قول میدم این اکانت برای شما عزیزای دل باشه و اینم تنها برزیلیه که دارم. خدا یار نگهدار شما عزیزای دلم.